الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 90 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. برادران و خواهران موحدم، ان شاء الله در این حلقه به شما یک چند مسائل مهمی که تعلق به شرط صحت هفتم لا اله الا الله الانقیاد دارد بیان می نماییم. اولین موضوع این است که عمل این داخل انقیاد است. ما از اولی بیان شرط هفتم صحت لا اله الا الله الانقیاد یک چند مراتبه بیان نمودیم که عمل این انقیاد است، انقیاد این عمل است. بار دیگر تکرار میکنیم و سخنهای علما را کمی هم باشد ذکر میکنیم و میگوییم که انقیاد این عمل است و انقیاد هم قلبی هست و هم ظاهری هست و البته عمل این داخل انقیاد است. و علمای سلف، علمای متقدمین گفتند هر کسی که جنس عمل را ترک کند، یعنی انقیاد را ترک کند، کافر می شود. بارک الله فیکم. زیرا که عمل ظاهری از عبادات است، از عبادات یا که از فرائض یا که از مبانی اسلام، این جزء از توحید است و جزء ایمان است، یعنی رکن توحید و رکن ایمان است. پس زمانی که رکن نابود شود، اصل هم نابود می شود. وقتی که عمل نابود شد، توحید و اینچنین ایمان نابود می شود. پس هر کسی که جنس عمل رو، عملی انقیاد رو ترک بکند، این کافر است، خارج از ملت اسلام می شود و ایمانش نابود می شود. و این سخن خلافاً بر مرجعه است. مرجعه این سخن رو قبول نمیکنند. البته در نزد مرجعه عمل از ایمان نیست، عمل از توحید نیست. هر کسی که عمل رو، جنس عمل رو کاملا ترک کند هم کافر نمیشد، که البته این سخن سخنی باطل است. بارک الله فیکم. پس علمای اهل اسلام اولا نقل میکنیم خلال رحمه الله در کتابشون ذکر میکنند، احکام المرتدین ذکر میکنند، یا که در سننشون هم ذکر میکنند از حمیدی. میگویند که حمیدی گفت که به من خبر داده شد و اخبرت ان قوما یقولون ان من اقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت او يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت هو مؤمن ما لم يكن جاهدا اذا كان يقر بالفروز. فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. والبته دلیل رو ذکر میکنند: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معنای سخن همین است که حمیدی رحمه الله میگند که به من خبر دادند که یک قوم میگفتند. حمیدی میگند که به من خبر اومد که یک قوم میگفتند، یعنی مرجئه میگفتند که هر کسی که نماز رو اقرار کند، زکات رو اقرار کند، روزه رو اقرار کند، حج رو اقرار کند، اما یگان چیزی از این عملها رو انجام ندهد. نماز خوندن رو میگد که فرض است، زکات دادن فرض است، روزه داشتن فرض است، حج کردن فرض است، این امر الله است، شریعت اسلام است، من قبول میکنم، میگفته است، اما یگان عملی رو از این گفته ها رو انجام نمیداد است، فقط قبول میکرد است. ولم یفعل من ذلك شیئا، از این چیزای نامبر شده یگان چیزی رو عمل نمیکرد است تا روز مردنش. یا که نماز رو به میگوند پشتش رو گردانیده به قبله نماز میخوند است، یعنی میدوند که قبله در همین جا است، میدوند که قبله در همین جا است، لیکن پشتش رو گردانیده نماز میخوند است تا روز مردهش. و همین ها رو گفتند
مرجئه ها مؤمن گفته است. یک گروه قوم گفتند که همین چنین انسان های مؤمن است، یعنی کسی که فرض بودن رو داند گوید که من اقرار میکنم بگوید اما عمل نکند، هم مرجئه ها میگفتند که همین مؤمن است. ما لم یکن جاحدا، در حالتی که جهد نکند، در حالتی که رد نکند. زمانی که فرض ها رو اقرار کند گوید که این شریعت الله است و رد نکند، همین مؤمن است گفته است. این سخنی که سخنی مرجئه است و سخنی مرجئه را حمیدی نقل میکنند، میگن که این سخنی یعنی که به من خبر داده شد که مرجئه من گپ را میگفتند. اما میگن اهل سنت و الجماعت میگن که فقلت هذا الكفر بالله صراح، این کفر به الله صراح است. ببینید در اینجا کفر گفته کی را میگند؟ تارک العمل را، یا که کسی که گفته است که تارک العمل مسلمان است؟ کفری که حمیدی گفتند نسبتی کسی است که تارک العمل را مسلمان میداند. یعنی هر کسی که عقیده دارد و میگوید که انسانی که شریعت را اقرار میکند تمام عمل را ترک کند هم مسلمان بگوید، همین انسانی همین سخن را گفته کفری صراح به واقع شده است و این سخنش خلاف کتاب الله و سنت رسول الله و فعل مسلمین است. زیرا که الله گفت من شما را امر نکردم مگر اینکه به من مرا عبادت کنید خالصانه، موحد، یگانه و تمام حکمش حکم از من است، از من باشد. حنفا یقیم الصلاة، از شرک دور، نماز خوانید، زکات بدهید و همین دین قیم است. سبحان الله. پس این دلالت میکند که حمیدی رحمه الله میگویند هر کسی که ترک کننده عمل رو مسلمان داند خودش به کفر واقع شده است. و این چنین خلال در سننشان از امام احمد ابن حنبل رحمه الله روایت میکنند که میگویند من قال هذا الكلام السابق الذي ذكر الحميدي فقد كفر بالله ورد على الله امره وعلى الرسول ما جاء به. یعنی امام احمد ابن حنبل هم میگویند که هر کسی که بگوید که نماز فرض است، زکات فرض است، روزه فرض است، حج فرض است، بگوید اقرار کند و اما همین فرض ها را عمل نکند، انجام ندهد و همین انسان را کسی دیگر مسلمان داند، یعنی یک انسان یگان عمل را انجام نمیدهد. خیلی که امروز در تاجیکستان بسیارند که یگان عمل را انجام نمیدهند اما میگویند که بله نماز از جانب الله است، روزه هم حق است از جانب الله است، میگویند اما عمل نمیکنند. اگر یک مسلمان دیگر همین مسلمان را، همین انسان را مسلمان داند، عمل نکننده را مسلمان داند به سبب اینکه میگوید این اقرار کرده شده است، تا روزی که جهد نکند، رد نکند، این مسلمان بگوید خودش به تحقیق کافر به الله شده است و رد به دین رد الله کرده است و رد امر الله و امر رسول الله و هر چیزی که الله کرده است از جانب الله دست رد کرده است. سبحان الله. در اینجا ببینید که شیخ خلال یکی از علمای متقدمین از امام احمد ابن حنبل رحمه الله ذکر میکنند که امام احمد ابن حنبل تکفیر کرده شدند همون مسلمانی که ترک کننده عمل را تکفیر نکند. سبحان الله. این سخن دلالت میکند که هر کسی که عمل را کاملا ترک کرد یا اصول دین عملهای به مانند نماز زکات را ترک کرد این کافر است. و هر کسی که عمل را کاملا ترک کرد اما اقرار کرد که همین عمل از شریعت است، اقرار کرد که نماز فرض است، روزه فرض است، زکات فرض است، اقرار کرد اما عمل نکرد، جهد هم نکرد، یعنی رد نکرد، شریعت رو رد نکرد، شریعت رو دروغ نشمارید، حرام رو حلال نگفت، گفت که من اقرار میکنم اما یگان عملی نکرد. هر دیگر مسلمانی که همین انسان رو مسلمان میداند علما این رو هم تکفیر کردند. یعنی مسئله بی‌نهایت خطرناک و وزمین است. من در این مسئله با همین دو قول، با همین سخن حمیدی و سخن احمد ابن حنبل رحمه الله که امام خلال روایت میکنند سخن رو به پایان میرسانم و به دیگر مسئله داخل میشویم و ان شاء الله بعد از اینکه لا اله الا الله رو شرحش رو به پایان رسانیدیم این مسئله رو که عمل این از ایمان است و ترک عمل کفر است یک 3-4 یا 4-5 حلقه میکنیم و به شما بیان میکنیم. لیکن حالا به شما بیان گشت که انقیاد این خود عمل است و انقیاد داخل به عمل است. بارک الله فیکم. پس از این فهمیده می شود که عمل این انقیاد است. چرا که مرجئه ها همین انقیاد هم معنیش رو غلط بیان میکنند، معنی همین انقیاد رو هم غلط و خطا بیان کردند تا که مردم سبحان الله گمراه شود، تا که مردم در همین مسئله هم گمراه شود. پس
عمل این داخل انقیاد است. تمام نمود عملهایی که عبادت کرده می شود، تمام عملهایی که الله سبحانه و تعالی در دینش به ما شریعت قرار داده است و رسولش شریعت قرار داده است، از امر، از نهی و از تمام چیزهایی که الله سبحانه و تعالی به ما قرار داده است. و عبادت معروف است، عبادت عملیه هست، داخلی، عبادت عملی خارجی، بیرونی، ظاهری، انقیاد و این چنین دیگر از نمودی عبادت ها. مثلا عبادت درونی از مثلا انقیاد است، توکل است، تصدیق است، خوف است، نظر است، رجا است، این محبت است. این همه عبادت هایی که داخلی هست و این هم انقیاد است، انقیاد داخلی. و عبادت های خارجی بیرونی، ظاهری، به مانند خواندن نماز، زکات دادن، روزه و حج، سجده و رکوع، غیر و غیره دیگر عبادت هایی که همه اش عبادت های خارجی است. بارک الله فیکم بیرنس. پس بارك الله فيكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله میگن که وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الارادات الفعل. باید بدونید که انامین انقیاد و استسلام، تسلیم شدن به شریعت، این نوع از اراده عمل است. ولا يكون مؤمنا الا بمجموع الامرين التصديق والانقياد. انسان مؤمن نمی شود تا زمانی که دو چیز یک جا جمع شود، تصدیق و انقیاد. شریعت را تصدیق کنید، قبول بکنید و انقیاد بکنید، عمل بکنید. یعنی هر کسی که تصدیق بکند، شریعت را تصدیق بکند، قبول کند، همه گفته‌های الله را تصدیق کند، قبول کند، همه فرض را قبول کند که فرض است، حج فرض است، روزه فرض است، زکات فرض است، نماز فرض است، حجاب فرض است و غیر ذلك، حرام ها را حرام گوید، حلال ها را حلال گوید، اما انقیاد نکند، عمل نکند. این اسلامش صحیح است یا نیست؟ صحیح نیست و این البته کافر است. شیخ الاسلام تیمیه همین رو میگن ولا یکون مؤمنا، و مؤمن نمیشود الا بمجموع الامرین، تا همون زمانی که هر دوش تصدیق شود. منافقان چرا دینشون قبول نشد؟ چرا که ویهای از همین دو چیز یکیش رو کردند. چیش رو؟ عمل ظاهری رو. ظاهرا عمل کردند اما باطنا تصدیق و قبول نکردند. یا که تصدیق کردند، بعضی از مسلمان ها تصدیق کردند به قلب، گفتند دین فقط در قلب است، اما عمل نکردند، که هر دوش ناصحیح و درست است. فمن ترك الانقياد كان مستكبرا فسار من الكافرين وان كان مصدقا. شیخ الاسلام تیمیه میگن که هر کسی که انقیاد رو ترک کند، عمل رو ترک کند، این از جمله متکبران و مستکبران است. پس به همین سبب ترکش چی میشود؟ از جمله کافران میشود، گرچنده که شریعت رو تصدیق کند. و این سخن ما به تاجیک‌ها داخل دارد. به مردم تاجیکستان ما نصیحت میکنیم که سخن دل من پاک است رو ترک کنند، چرا که اکثر مسلمان هایی که در تاجیکستان خودشون رو مسلمان میگویند میگن که دل من پاک است، دل خوب باشد شد، دل پاک باشد شد، این عملی بیرونی اینقدر مهم نیست، ما هم لا اله الا الله میگیم. یعنی جهمی شدند. ما به اونها نصیحت میکنیم و میگویم که این کافی نیست. عمل وقتی که انسان تماما نکرد، این انسان اسلامش قبول نیست، کافر میگردد. بارک الله فیکم. پس این بود مسئله، یکی از مهمترین مسئله. مسئله دوم، علما میگن علاقه الانقیاد بالرضا. همون انقیاد به رضا چه علاقه دارد؟ ما در حلقه گذشته گفتیم که انقیاد باید به بالای بر اساس محبت، رضا و رغبت پیدا شده باشد. هر عمل انجام دهی که در وی رضا نیست، در وی رغبت نیست، در وی محبت نیست، این عملی که انجام داده می شود قبول نیست. چرا که منافقین انجام میدادند. منافقین مجبوراً عمل رو به محبت، به رضایت، به رغبت انجام میدادند. اما اهل سنت در جماعت میگن که اینا شروط قبولی عمل است. پس همون انقیاد به رضا چی علاقه دارد؟ علما میگن الرضا، رضا، راضی شدن به شریعت، به احکام الله و دینش و شریعتش، این از چیزهای لازمی و ضروری انقیاد است که باید همیشه با همراهی انقیاد بیاد. اگر رضا با همراهی انقیاد نباید، انقیاد درست نمیشود. و رضا این چنین یکی از معنی های انقیاد است. یکی از معنی انقیاد، که البته انقیاد معنی زیاد دارد، این چی است؟ رضا هست. پس هر کسی که از دین راضی نمی شود، به توحید راضی نیست، از توحید راضی نیست، از یگانگی الله پرستیدنش راضی نیست، این انسان رو انسانی منقاد گفته نمی شود. منقاد یعنی انقیاد انجام دهنده گفته نمی شود. امروز ما میبینیم این چنین انسان رو یا نمیبینیم؟ میبینیم. امروز انسان هایی هستند که از شریعت الله ناراضی‌اند، از حجاب ناراضی‌اند.
میگن که حجاب این مالی ما نیست، مالی دیگران است. میخواهند که همه کشاد و عریان باشد. از حجاب ناراضی‌اند، از دین الله ناراضی‌اند. چگونه؟ نه کلا، نه بلکه جزءاً. بعضی چیزها رو دوست ندارند. مثلا دره زدن زیناکار، رجم و سانسور کردن زیناکاری که محسن بود، یا که به قتل رسانیدن در حالت قصاص، یا که بریدن دستی دوز، یا که حرام کردن ریبا، یا که حرام کردن شراب و غیره، که بسیار انسان ها میگن که ما مسلمانیم اما نمی چیزها رو قبول ندارند. اینها مسلمان نیستند، اینها مرتدان هستند. برای که هر کسی که شریعت رو قبول میکرد باید 100% قبول کند. وقتی که قبول نکرد، اگر یک حکم الله رو قبول نکند، ریزا نباشد، این کافر است، مرتد است. اما افسوس که امروز بسیار انسان ها میبینیم که میگن که ما شریعت رو قبول میکنیم، اما درست قبول کردن که همین از جانب الله است، حجاب از جانب الله است، اما ریزا نیند، به همین حکم الله راضی نیند. پس این دلالت میکرد که اینها انقیاد ندارند. وقتی که انقیاد ندارند، شرط صحت لا اله الا الله هفتمش نابود شد، لا اله الا الله ناصحیح شد، کافر شدند. یعنی مسئله به نهایت بزرگ است. ای خواهرم و برادر موحدم، من و شما باید از تمام حکم الهی، از تمام حکم الله و رسولش و از کامل شریعتش، از نل تا آخرش، از اول تا آخر راضی باید باشیم و خرسند از این شریعت الله سبحانه و تعالی باشیم. و بعضی مرجئه ها تمام شریعت الله را دوست می‌دارند، اما وقتی که کلمه الجهاد برآمد، بدنشان می‌لرزد و از این کلمه ناراضی‌اند و این حکم را قبول ندارند. و البته این هم این قیاد را نابود میکند. اگر قبول داشته باشند هم یک وقت اگر قبول نکنند، این منافقی است. پس هر کسی که راضی نباشد اما بعد از راضی نبودن هم عمل میکند، خودش را ظاهرا نشان میدهد این قیاد را عمل میکند، اما راضی به اعتقادش نیست، پس این انسان از جمله منافقین است. اما از جمله انسان های انقیاد کننده و استسلام حقیقی کرده نیست. چرا که انقیاد این داخل می شود به رضا و رضا داخل می شود به انقیاد. پس راضی شدن به یک چیز به ما ضرور می شمارد که ما همین چیز را عمل کنیم. وقتی که به شریعت راضی شدیم، ما باید عمل کنیم. چگونه می شود که ما میگیم ما به شریعت راضیم، شریعت را تصدیق کردیم، شریعت را قبول کردیم، بعد از این ینباش یگان عملی نیست؟ این دلالت میکرد که انسان ها قبول نکردن. سبحان الله. پس بارک الله فیکم، هر کسی که رضا به شریعت الله نشود، این گمراه است و این قیادش نابود شده است. و زمانی که رضا وجود ندارد، این قیاد هم صحیح نیست. البته در این مسئله علما حدیث را میارند، حدیثی صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم او ربا و محمد رسولا و بالاسلام دینا. طعم ایمان را میچشد، لذت و کیفیت و مزه ایمان را میچشد هر کسی که راضی شده باشد بر این که الله ربش هست و راضی شده باشد بر این که همین دین اسلام دینش است و راضی شده باشد بر این که محمد صلی الله علیه و سلم رسولش است. شاید به شما عجایب نماید، لیکن این امر بینایت بزرگ است. هر کسی که 100% راضی شد، پس این عمل را 100% انجام میدهد. بارک الله فیکم. و هر کسی که راضی به محمد صلی الله علیه و سلم، اولا میگیم هر کسی که راضی به الله شد، توحیدش رو به جا میآورد. نمیتوانیم رافضه رو مثلا صوفی رو ما بگوییم که اینها به الله راضی شدند. راضی نشدند برای که توحید الله را قبول نکردند. کسی که راضی شد باید توحید رو حقیقتا به جا بیارد. بعد از این هر کسی که راضی به محمد صلی الله علیه و سلم شد، باید سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو 100% به جا بیارد. اهل بدعت به اونها سوال میدهیم و میگیم که آیا شما در حقیقت به محمد صلی الله علیه و سلم راضی هستید؟ اگر ها،
میگیم که این حدیث های صحیح رو به شما میدیم، چرا رفع الیدین ندارید؟ چرا نمازتون مثل رسول الله نیست؟ چرا ذکرتون مثل رسول الله نیست؟ چرا توحیدتون مثل رسول الله نیست؟ چرا عبادتتون مثل رسول الله نیست؟ اگر به رسول الله راضی شده باشید مثل رسول الله بکنید. اما عمل اینها، لسان مقال اینها نشون میدهد که راضی نشدن و راضی شدن بر دین، کامل دین، به قضاوت دین، به تمام محرم کرده هایی که الله در این دینش حرام کرده است و به تمام حلالی که الله حلال کرده است راضی شدن، به تمام امر الله و نهی الله. همین دین است. بارک الله فیکم. پس بارک الله فیکم، امروز بسیاری کسانی هستند که سرکشی از دین الله میکنند، رضا به دین الله نیستند، بعضی از احکام الهی الله را رد میکنند و باز خود را مؤمن میدانند. البته این ناممکن است و این محال است. شیخ الاسلام تیمیه در یک بیت های میگن تعصی الاله و انت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. الله را گناه میکنی، الله را احکامش را رد کردی، راضی نشدی، باز ادعا میکنی که تو الله را دوست داری، با تو دعوا میکنی که الله را دوست میداری، محبت نسبت الله داری. این ناممکن است، چرا که هر کسی که الله را دوست میدارد به تمام احکام الله راضی است و عمل را انجام میدهد. چگونه میشود که انسان من الله را دوست میدارم، قلبم پاک است، من اطاعت میکنم گفت و بعد از این الله سبحانه و تعالی احکامش را رد بکنید؟ پس بارک الله فیکم. مسئله دیگری که هست این است که الله سبحانه و تعالی همه آن رسولانی را که فرستاد به خاطر این فرستاد که مردم را دعوت بکنند به عمل، هم عملی قلبی اعتقادی و هم عملی ظاهری. یعنی به عباره دیگر اگر بگیم الله سبحانه و تعالی تمام رسولانش و انبیا را به این دنیا فرستاد تا که عمل را تحقیق بکنند، تا که مؤمنان و مردمی که در روی زمین هستند عمل را تحقیق بکنند، یعنی عمل را انجام بدهند. به این دلالت میکند اولا اصل الکتاب قرآن که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 64 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما یگان رسول را نفرستادیم تا که به وی اطاعت کرده شود، تا که به وی مردم اطاعت بکنند به اذن الله. برادران و خواهران موحدم، معنای اطاعت چیست؟ اطاعت یعنی تمام گفته های یک رسول را و یک نبی را انجام دادن. رسولان همه اشان به عمل دعوت میکردند، عمل کردن به الله، عمل نیکی که اصل عمل نیکی توحید است و عبادت الله سبحانه و تعالی است. و در سوره حشر آیه 7 الله سبحانه و تعالی میگوید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر آن چیزی که رسول محمد صلی الله علیه و سلم برای شما آورده است، داده است، بگیرید. رسول الله به ما چی آوردند؟ عمل ظاهری آوردند یا نه آوردند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم با بالای منبر بر آمدند و گفتند صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز رو بخونید چکلی که منو میبینید که میخونم. گفتند عهدی که بین من و شما ای مردم است نماز است، هر کسی که نماز رو ترک میکند کافر است. گفتند هر کسی که نماز رو ترک میکند مشرک است. پس نماز خوندن این عمل است، عملی ظاهری است. پس نماز این انقیاد است. پس نماز رو کی آورد؟ رسول الله صلی الله علیه و آله از جانب الله آوردند به امر الله. این چنین رسول الله به ما زکات آوردند، رسول الله به ما اعتکاف نشستن انجام دادند و حج کردند، عمره کردند. پس رسول الله همه این چیز رو آورده باشند، ما باید بگیریم و عمل کنیم مثل رسول الله. پس دلالت میکرد که عمل انقیاد این چی است؟ این عملی است که رسول الله به ما آوردند. انقیاد این یک چیزی است که رسول الله به ما آوردند و امر کردند و به همین خاطر آمدند. و این چنین هر اون چیزی که رسول الله نهی کردند از اون بازایستید. و بزرگترین نهی که از شریعت آمده است این شرک است. اولین چیزی که ما باید بیستیم شرک، کفر، و بعد از این آهسته آهسته گمراهی و این دیگه بدعت و خرافات رو ترک بکنیم. و الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیه 54 میگوید قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو به امتت یا که به تمام مردم الله را اطاعت بکنید و رسول الله را اطاعت بکنید.
اطاعت الله، انجام دادن تمام امر الله و ترک کردن تمام نهی های و بازداشته های الله. اطاعت رسول الله هم عیناً همین است، انجام دادن تمام امرها و سنت های رسول الله و ترک کردن نهی های رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در سوره احزاب آیه 36 الله سبحانه و تعالی میگوید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. این آیات به نهایت پر معنا و قوی است. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة، نه برای مؤمن و مؤمنه زن، یعنی جایز نیست برای مؤمن و مؤمنه زن و ناممکن است برای مؤمن و مؤمنه زن که زمانی که الله و رسولش قضاوت بکند یک حکمی را، یک امری را، یک کاری را، ای یکون لهم الخیره، این که برای این مؤمن و مؤمنه زن اختیار وجود داشته باشد. معنای سخن ما عباره رو اگر دیگر بکنیم، سخنی که الله سبحانه و تعالی میگه این است که وقتی که الله و رسولش برای مؤمن و مؤمنه زن یک امر را امر کرد، کنید یا نکنید، عمل انجام دهید یا ترک کنید گفت، برای مؤمن و مؤمنه زن ممکن نیست، جایز نیست، حرام است که اختیار بکند، کمی فکر کند که کنم یا نکنم، یا اختیار بکند. اجازت نیست که اختیار داشته باشید. شما اختیار ندارید، مؤمن و مؤمنه اختیار ندارد. امر الله و رسولش را حتما باید به وجود آورد، حتما باید عمل نماید، اختیار ندارد. خواهد انجام بدهد، خواهد انجام ندهد، این چنین نیست، باید انجام بدهد. و من یعص الله و رسوله، هر کسی که الله و رسولش را معصیت بکند، سرکشی بکند، فقد ضل ضلالا بعیدا، به تحقیق گمراه شده است، گمراه شدنی شدیده. و الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیه 51 میگوید انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. معنای آیه چیست؟ الله سبحانه و تعالی میگه که هر آینه سخن مؤمنین همچنین است که زمانی که آنها را دعوت کرده می شود به سوی الله و رسولش تا که حکم در بینشان به حکم الله و رسولش کرده شد، میگویند که ما شنیدیم و اطاعت کردیم. این آیت رو اگر به عباره دیگر فهم‌تر بگوییم، انسان‌های مؤمنین و مؤمنه زنها کسانی هستند که زمانی که یک مشکلی در بینشان به وجود می آید، دیگر مؤمنان بگویند بیایید ما این مشکلی شما را به حکم الله و رسولش حکم میکنیم، قضاوت میکنیم. مؤمنین کسانی هستند که میگند تمام ما شنیدیم، اطاعت کردیم، راست میروند و به حکم الله حکم میکنند. اما منافقین کسی است که وقتی که حکم الله و حکم رسولش را میشنوند بدنشان میلرزد. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. و الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 65 میگوید فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم به ربت ای محمد، مؤمن نمیشوند تا زمانی که تحکیم بکنند، حکم بکنند، قضاوت بکنند، سود بکنند، مشکلی خود را، آن مشاجره که در بینشان شده است، به حکم الله، به حکم تو و به حکم الله. و بعد از حکم به حکم تو حکم کردن، بعد از اینکه مشکلی را، پرابلمی که در بینشان بود به حکم تو حکم کردن و قضاوت کردن، در انفسشان، در نفسشان هیچ حرج، ناراحتی به وجود نیایند. از قضاوت تو هیچ ناراحتی به وجود نیاید. و یسلموا تسلیما، به 100% تسلیم شوند. و البته علما از این آیت 3 چیز رو ذکر میکنند. اولا میگویند مؤمن یعنی مسلمان کسی است که به حکم الله حکم میکند. یعنی هر کسی که به حکم الله حکم نکند، به غیر حکم الله حکم بکند، کافر است. اولا. دوم، مسلمان کسی است که بعد از حکم الله در بالش قائم شدن، مثلا یک کس دزدی کرد، دستش رو بریدند، باید بعد از دستش رو بریدن به دلش ناراضگی نکند، حرج نکند، خفگی نکند، بلکه خرسند و راضی باشد، تسلیم حقیقی بشود که این مؤمنی واقعی است. درجه اول مسلم بود، به حکم الله حکم کردن، این مسلمان است. و بعد از این
100% همین رو به یگان حرج، به یگان خفگی قبول کردن این مؤمن است و هر کسی که 100% تسلیم شد این محسن است. درجه مسلم، مؤمن، محسن در همین آیات ذکر شده است. و الله سبحانه و تعالی در آیات دیگر ذکر میکند و میگوید یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير و احسن تأویلا. سوره نساء 59 میگوید ای آنانی که ایمان آورده اید، الله را اطاعت بکنید، رسول الله را اطاعت بکنید و اون کسانی که اولو الامر شما هستند اطاعت بکنید. علما در تفسیر اولو الامر میگن علما ولی الامری که مسلمان باشد، یعنی پادشاهی که مسلمان باشد به حکم الله و رسولش حکم میکند همین رو هم اطاعت بکنید. اما نه امروزه مرجئه ها که تمام پادشاهای دموکراتی رو ولی الامر میگن. البته ولی الامر اونها است اما ولی الامر مسلمان ها نیست. پس فین تنازعتم فی شیء، ای مؤمنان اگر در بینتون یگان نزاع شد یا در یگان چیز نزاع و اختلاف کردید، همون مشکل را، همون نزاع کرده چیز را به کجا گردانید؟ الی الله و رسوله، به الله و رسولش گردانید. اگر ایمان به الله و به روز قیامت داشته باشید، یعنی مشکلی خود را به الله، به حکم الله و رسولش حکم بکنید. ذلك خیر و احسن تأویلا، این برای شما بهتر است و بهترین تأویل است. و این چون در سوره آل عمران 93 آمده است که الله میگه این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله سبحانه و تعالی میگه ای محمد به همون مردم بگو که اگر الله را دوست بدارید به من پیرو شوید، الله شما را دوست می‌دارد. یعنی چقدری که به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله دست زنید همون قدر الله شما را دوست می‌دارد. و این چون در سوره نور آیه 47 آمده است و یقولون آمنا بالله والرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنین. میگن که ایمان آوردیم به الله و به رسولش، بعد از اینکه ایمان آوردیم میگن یک گروهی از این مردانشون روی میگردانند. بعد از ایمان آوردیم گفتند باز روی میگردانند. یک گروه بعد از ایمان آوردنشون و ما اولئک بالمؤمنین، اینها مؤمن نیستند. یعنی بعد از اینکه روی میگردانند اینها مؤمن نیست. پس از همه این آیات هایی که ما به شما بیان نمودیم استفاده کرده می شود که هر کسی که انقیاد رو انجام نداد، عمل رو انجام نداد، اطاعت الله و رسولش رو انجام نداد، انقیاد رو ترک کرد، این انسان مسلمان نیست، کافر است و مسلمان نیست، مؤمن نیست. بارک الله فیکم و حیاکم الله و ایاکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله در حلقه آینده باز به شما باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط صحت هفتم لا اله الا الله الانقیاد دارد بیان خواهیم نمود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که همه ما را، مؤمنین و موحدین را، ان شاء الله سبحانه و تعالی مسلمین را از جمله عمل کننده ها